میگویند هیچ کس از تنهایی نمیمیرد، اما این مرد سالها بود که هر روز ذره ذره از بی‌تفاوتی آدمها میمرد. آخرین باری که کسی اسمش را صدا زده بود سالها قبل بود. از آن روز همه فقط از کنارش عبور میکردند تا اینکه یک کودک فقط با یک ساندویچ زندگی او را برای همیشه تغییر داد. باران آرام و بی صدا روی نیمکت سرد پارک میبارید. مردی با کوله پشتی کهنه سرش را پایین انداخته بود. لباسهایش از باران کاملا پر شده بود، اما انگار دیگر سرمای آن را احساس نمیکرد. رهگذران یکی پس از دیگری از کنارش عبور میکردند. بعضی ها با عجله، بعضی ها با خنده و بعضی های دیگر هم سرگرم تلفن های همراهشان بودند. هیچ کس او را نمیدید. انگار دیگر انسان نیست، بلکه تنها سایه خاموشی است که روی نیمکت باران زده جا مانده بود. نامش امین است. سالها پیش زندگی آرامی داشت. خانه کوچک با حیاتی که درخت انار در آن سایه انداخته بود. مادری که هر صبح با عطر چای تازه و نان گرم تندوری از او استقبال میکرد و پدری که همیشه میگفت هر جا که رفتی یادت باشد خانه همیشه منتظر توست. اما جنگ همه چیز را در یک چشم به هم زدن تغییر داد. خانه زیر آوار ماند. کوچه ها خاموش شدند و خاطرات رنگ باختند. امین ناچار شد تنها با یک کوله پشتی از سرزمینش دور شود. کوله‌ای که حالا تمام زندگیش را در خود جای داده بود. 2 دست لباس، یک کتابچه یادداشت قدیمی و عکسی از مادرش که هنوز با همان لبخند مهربان به او نگاه میکرد. هر شب پیش از خواب عکس را از بیک پشتیش بیرون می آورد. با نوک انگشتانش آرام روی صورت مادرش را نوازش می کند و زیر لب زمزمه می کند مادر. کاش فقط یک بار دیگر صدایت را می شنیدم. سپس عکس را می بوسد و اشکهایش بی صدا روی آن می چکد. آن شب سرمای زمستان بی‌رحم‌تر از همیشه بود. مردم با لباسهای گرم از کنار او می‌گذشتند و از پشت شیشه‌های روشن کافه‌ها خانواده‌هایی دیده می‌شدند که در کنار هم می‌خندیدند. صدای گرم کودکان بیش از هر چیز قلب امین را می‌آزرد. او نه از غذا گرسنه بود و نه از سرما خسته. او سالها بود که گرمای یک آغوش و مهربانی یک نگاه را از دست داده بود. صبح روز بعد امین کنار خیابان ایستاده بود. رهگذران باز هم از کنارش عبور می‌کردند. یکی فقط نگاهی انداخت و رویش را برگرداند. دیگری قدم‌هایش را تندتر کرد و شخص دیگری بیکش را محکم‌تر در آغوش گرفت. گویی از مردی که تنها خسته و درمانده بود می‌ترسیدند. امین فقط لبخند تلخی زد و با خودش گفت شاید آدم‌ها از من نمی‌ترسند، از داستان من می‌ترسند. غروب آرام آرام از راه می‌رسید و نور خورشید آخرین پرتوهایش را روی خیابان می‌پاشید. ناگهان پسر بچه حدوداً 8 ساله دست مادرش را رها کرد و به سمت امین دوید. مادر با نگرانی صدایش زد، اما کودک نایستاد. ساندویچ کوچکش را جلو آورد و با صداقت کودکانه گفت مادرم میگوید اگر چیز داری باید با دیگران تقسیمش کنی. امین چند لحظه فقط به چهره معصوم او نگاه کرد. دستانش میلرزید، نه از سرما بلکه از احساسی که سالها فراموشش کرده بود. آرام زانو زد، ساندویچ را گرفت و اشکهایش بی اختیار جاری شد. کودک با تعجب پرسید چرا گریه میکنی؟ و امین با لبخند آمیخته به اشک پاسخ داد چون امروز یادم آمد که دنیا هنوز قلب‌های مهربان دارد. آن شب امین ساندویچ را نخورد. آن را با احترام کنار عکس مادرش گذاشت و به آسمان خیره شد. ماه درست مانند شب‌های کودکیش آرام و روشن می درخشید. چشمانش را بست و آهسته زمزمه کرد مادر، امشب یک فرشته کوچک را دیدم. شاید خدا هنوز مرا فراموش نکرده باشد.
برای نخستین بار پس از سالها شعله کوچک از امید در دل مرد روشن شد که مدتها بود خود را فراموش شده ترین انسان دنیا می‌دانست. یادت باشد مهاجر فقط کسی نیست که از سرزمینش دور شده باشد. گاهی مهاجر انسانی است که از آغوش آدمها دور افتاده است و گاهی تنها یک نگاه مهربان یا یک جمله ساده میتواند او را دوباره به زندگی بازگرداند.